بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته من المهاجرين والأنصار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستانی محترم و مکرم، بینندگان شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 79 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما و همچنین چند قسمت آینده ان شاء الله متعال در مورد باب جدیدی از ابواب نماز خواهد بود که او باب نماز مسافر و نماز مریض هست. اسلام عزیز یک دینی یسر و آسانی است، یک دینی است که دو مسامحت و دو آسانی است که برای اتباع و پیروان خود در هر باب از ابواب آسانی را آورده که از جمله باب مسافر و مریض است که انسان وقتی که سفر میکند، سفر خودش یک مشقت است و همچنین وقتی که مریض میشود، مریضی خودش یک مشقت است. لذا اسلام عزیز در مقابل این مشقت ها در ادای واجبات و فرائض برای اتباع خود، برای مسلمان ها آسانی را آورده که او احکامی که در وقتی که انسان مقیم است، در حالت اقامت است و همچنین در حالت صحت و جوری است، اون احکام فرق میکنه با احکامی که وقتی که انسان سفر میکند و وقتی که انسان مریض و بیمار میشود. و اینکه اسلام یک دینی یسر و آسانی است در آیات متعدد، در نصوص شریعت در آیات متعدد و همچنین در احادیث متعدد و در قواعد شرعی این مطلب بیان شده و اسلام عملا این را برای اتباع خود نشان داده. الله متعال می فرماید یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله متعال همیشه آسانی را برای شما می خواهد و هیچ وقت سختی را برای شما نمی خواهد. و در آیت دیگر می فرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله متعال هیچ نفس را بیش از طاقتی از او مکلف نمی سازد. هر انسان را، هر نفس را مطابق طاقتی که دارد، مطابق از او مکلف می سازد. وقتی که انسان در حالت حضر است، در حالت اقامت است، به اندازه طاقتش او را مکلف می سازد. اما وقتی که سفر میکند به اندازه طاقتش او را مکلف می سازد. وقتی که انسان جور و صحیح است او به اندازه طاقتش مکلف است. وقتی که مریض می شود به اندازه طاقت و توانش او مکلف است. و در آیت دیگر می فرماید که فاتقوا الله ما استطعتم. شما از الله بترسید به اندازه که شما استطاعت و توان دارید و اوامر و فرائض الله متعال را به اندازه توانتان، به اندازه استطاعتتان بجا بیارید. و همچنین در آیه دیگری می فرماید که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. الله متعال برای شما در این دین عزیز، در این دین اسلام هیچ حرج و هیچ اشکال و هیچ حرجی نگردانیده. در این دین هیچ مشکلی نیست. دین آسانی هست. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث متفق علیه فرمودند ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبه. دین آسان هست. احکام دینی به شکل برنامه ریزی شده که بر انسان مسلمان ادای از او آسان و یسر است و هیچ شخصی در دین سختی نمی آرد مگر دین بر بالای از او غلبه میکند و انسان باید در دین سر خود سختی را نیارد و آسانی هایی که دین برای از او فراهم ساخته از او آسانی ها استفاده کند. و همچنین امام مسلم روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هلک المتنطعون. این جمله را 3 بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تکرار کردند که هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، هلک المتنطعون. کسایی که تشدید میکنند آنها هلاک شوند. کسایی که در ادای واجبات فرائض در دین تشدید میکنند در آنها هلاک شوند و به مرام خود نرسند. و همچنین قصه 3 نفری که نزد ازواج مطهرات آمدند
که در حدیث صحیح و روایت شده که 3 نفر نزد ازواج مطهرات آمدن و از آنها در مورد عبادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله قیامشان صیامشان پرسان کردند و وقتی که ازواج مطهرات به آنها خبر دادند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله هم روزه میگیرد و هم افطار میکند و هم نماز میخواند و هم خواب میشود و هم با اهل خود کمک و مدد میکند و هم در تسبیح الله متعال مشغول میشود و هم با خانمهای خود شب خواب میکند. وقتی که از این کارهای رسول اکرم صلی الله علیه و آله آنها را خبر کردند، آنها گفتند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله مغفور له هست، معصوم است و ما باید، یکی از آنها گفتند که من باید همیشه روزه‌دار باشم و هیچ وقت افطار نکنم. دیگر گفت که ما باید همیشه شب نماز بخوانم و هیچ وقت خواب نشوم. دیگر گفت که ما باید از زنها خودداری کنم و هیچ وقت زن نگیرم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که از این قصه از آنها خبر شد در منبر بالا شد و برای از آنها گفت که دین یسر و آسانی است و دین تشدید و سختی نیست و ما از شما که در ادای واجبات در اطاعت الله متعال حریص‌تر هستم و ما هم روزه میگیرم و هم افطار میکنم و هم نماز میخوانم و هم خواب میشم و هم با زنها مناکحه و ازدواج میکنم و هر کسی که از سنت من رغبت میکند و از جمله من نیست، از ملت و از امت من نیست. و همچنین قواعد شرعی به این دلالت میکنه. جمله قاعده شرعی است که المشقة تجلب التیسیر. وقتی که مشقت بر انسان میآید این مشقت با خود آسانی را میآورد. سفر خودش یک مشقت است، در مقابل الله متعال آسانی را در ادای نماز در خوردن روزه برای مسافر قرار داده و همچنین مرض بیماری خودش یک مشقت است، در مقابل از او الله متعال احکامی را در نماز در روزه برای نمازگزار برای انسان مریض قرار داده، واجب گردانیده که مناسب حالی از او شخص است. پس در تمام واجبات یسر آسانی است. این باب ما باب نماز است. در باب نماز آسانیایی که خداوند آورده این است که الله متعال نماز را اول به تدریج برای مسلمان ها فرض گردانید. اول در مکه مکرمه نمازها 2 رکعت فرض شد، هر نماز 2 رکعتی بود و مسلمان ها فقط 2 رکعت نماز ادا می‌کردند تا اینکه به مدینه هجرت کردند و بعد هجرت نمازهای 2 رکعتی در سفر به حالت خود ماند و در حضر یا در اقامت به 4 رکعتی تبدیل شد، غیر از نماز صبح و غیر از نماز شام. و همچنین نماز وقتی که در شب معراج فرض شد 50 رکعت نماز فرض شد و در نتیجه سوال رسول اکرم صلی الله علیه و آله از الله متعال را تخفیف کرد تا به 5 وقت نماز رسید و گفت که این 5 وقت نماز هی 50 و هی 50، یعنی این 5 وقت نماز است لیکن ثوابی 50 نماز برای شما داده می شد که در مقابل هر نماز 10 ثواب که 5 وقت نماز ثوابش معادل با 50 وقت نماز است. و همچنین در نماز وقتی که انسان سهو میکنه الله متعال شریعت اسلامی برای ما سجده سهو را برای جبران این سهو قرار داده، مشروعیت بخشیده که وقتی که انسان مسلمان در نماز سهو میکنه نه که دوباره نماز خود را اعاده کنه، بلکه با کردن این 2 سجده سهو این سهو خود را میتواند که جبران کند. و همچنین در وقت وضو گرفتن برای نماز خصوصا برای مسافرین تخفیف آورده، کسایی که در سفر هستند و مسح پوشیده می باشند یا جوراب پوشیده می باشند میتونند که مسح کنند و همچنین شخص مقیم وقتی که جوراب پوشیده می باشند میتواند که بر بالای جوراب خود مسح کند و شستن پای خصوصا در وقت خنکی ضرور نیست. و احکام مسح بر خفین را مشروعیت قرار داده به خاطر آسانی و همچنین احکام تیمم را در بدل وضو یا در بدل غسل که وقتی که انسان مریض است یا وقتی که انسان آب نمییابد میتواند که در بدل وضو یا در بدل غسل تیمم بکند و این هم از جمله آسانی های شریعت اسلامی است. و همچنین از جمله آسانی های شریعت اسلامی این است که در مقابل هر عذری یک حکم دیگری را مشروعیت قرار داده. وقتی که انسان مریض می شود از او نماز جماعت ساقط می شود و از او قیام در نماز وقتی که استطاعت به قیام ندارد رکن قیام از او ساقط می شود، وجوب قیام از ساقط می شود و همچنین فرضیت رکوع و سجده وقتی که قادر به رکوع و سجده نیست از او ساقط می شود و حتی
که وقتی که هیچ نمیتوند که قیام کند، رکوع کند، سجده کند، بنشیند، میتوند که با ایما و به اشاره نماز بخواند. و همچنین وقتی که انسان حالت سفر است، سفر می رود، چون سفر خودش مشقت است، نماز جماعت را برای از اسلام عزیز مشروعیت گرداند، نماز جمع را که میتوند در بین دو نماز جمع کند، و همچنین قصر را مشروعیت گردانده که میتوند که نمازهای دو رکعتی را، 4 رکعتی را 2 رکعت قصرا بخواند. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در احادیث متعددی ما را ترغیب کردن، ما مسلمان ها را ترغیب به این کردن که از آسانی های اسلام باید ما استفاده کنیم. و در حدیثی که امام احمد و همچنین ابن حبان و ابن خزیمه رحمت الله علیهم از حضرت ابن عمر، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: ان الله یحب ان تؤتى رخصه کما یکره ان تؤتى معصیته. الله متعال خوش دارد، رضایت دارد به اینکه که مسلمان ها از رخصت های از او استفاده کنند و بر رخصت های از او عمل بکنند، همچنانه که خوش ندارد که از کسی معصیتی از او را انجام بدهد، کسی نافرمانی از او را بکند. و حب الله متعال، علما گفتن که رضایتی از اوست. وقتی که میگه الله متعال خوش دارد یعنی از این کار بنده خود راضی می شود. و کره الله متعال که خوش ندارد این کار الله متعال به معنای عدم رضایتی از اوست، یعنی الله متعال از این کار شخص راضی نمی شود. یعنی الله متعال از این راضی است که هر آنچه که آسانی هایی که در دین برای بنده های خود قرار داده، بنده هایش از این آسانی ها استفاده کنند. همچنانه که از این خوش ندارد که آن چیزهایی که معاصی هست، گناه هست، آن را انجام بدهند و آن را بکنند. و در روایت دیگری آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله یحب ان یؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه. همچنانه که الله متعال خوش دارد که عزائمی از او، واجباتی از او به جا آورده شود، و همین قسم خوش دارد که رخصت های از او، آن آسانی هایی که در دین قرار داده او انجام یابد و او بنده های مسلمانی از او را انجام دهد. و این موافق این فرموده الله متعال است که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله متعال همیشه در احکام از شما آسانی را میخواهد و هیچ وقت سختی را در انجام احکام از شما نمیخواهد. و از جمله این آسانی های اسلام این است که وقتی که انسان مسافر است، در حالت سفر است، در ادای نماز برای از او تخفیف آمده و احکامی آمده که اون احکام آسانی را برای این شخص مسافر برمی آورد. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه در خدمت شما هستم با بیان احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد اینکه انسان مسافر نمازهای خود را به خاطر تخفیف، به خاطر آسانی قصرا و جمعا انجام میدهد. با ما باشد. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و برایشان دعا کن. به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان هستم با سلام و احترامات مجدد. گفتم که از جمله آسانی های دین مبین اسلام برای پیروانش این است که برای شخص مسافر احکامی را مشروع گردانیده که و احکام برای شخص مقیم، برای شخصی که در حالت اقامت است، برای از او نیست. از جمله
احکام این شخص مسافر این است که وقتی که انسان در سفر می رود، شریعت اسلام برای از او نمازها را قصر مشروع گردانیده، یعنی نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت می خواند. و در مورد مشروعیت قصر احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده و همچنین آیه قرآن کریم که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة دلالت به این میکند که الله متعال میفرماید وقتی که شما در روی زمین سفر میکنید جناح و گناهی نیست بر شما که نمازهای خود را قصر بخوانید. و احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد روایت شده، از جمله حدیث متفق علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها است که ایشان فرمودند اول ما فرضت الصلاة رکعتین فاقرت صلاة السفر و اتمت صلاة الحضر. اول وقتی که در ابتدا وقتی که نماز فرض گردانیده شد، بعد 2 رکعت فرض گردانیده شد، تمام نمازها 2 رکعت بود. فاقرت صلاة السفر، بعد از اینکه مسلمان ها به مدینه منوره هجرت کردند، نمازها در حالت سفر و محالت اولی خود ماند، به 2 رکعتی ماند. و اتمت صلاة الحضر، و نمازهای حالت حضر، حالت اقامت به تمام شد، یعنی 4 رکعتی گردید. و در روایت امام بخاری آمده که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند ثم هاجر ففرضت 4 و اقرت صلاة السفر علی الاول. بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هجرت کردند، نمازهای 2 رکعتی 4 رکعتی فرض شد و نمازهای سفر به حالت اولی خود به 2 رکعتی ماند. و همچنین در مسند احمد چنین آمده که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند الا المغرب فانها صلاة الوتر فانها وتر النهار، مگر مغرب که 3 رکعت به حالت خود ماند، یعنی قبل از هجرت هم 3 رکعت بود و بعد از هجرت هم به 3 رکعت خود ماند، چرا که این وتر نهار گفته میشه و وتر روز است. و الا الصبح فانها تطول فيها القراءه، و همچنین نماز صبح به حالت 2 رکعتی خود ماند، یعنی قبل از هجرت هم 2 رکعت بود و بعد از هجرت هم به حالت خود 2 رکعت ماند، چی در سفر و چی در حضر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قرائت در این دراز خوانده می شود، چون قرائت دراز خوانده می شود، روز 4 رکعت گردانده نشد، به 2 رکعت خود ماند. و در مورد اینکه آیا خواندن نماز در سفر قصرا 2 رکعت واجب است یا سنت است، علمای احناف رحمت الله علیهم رأیشان این است که خواندن قصر در سفر واجب است. کسی که مسافر است حق ندارد که نماز خود را تکمیل بخواند، 4 رکعتی بخواند، بلکه سرش واجب است که نماز خود را 2 رکعتی بخواند، بنابراین احادیث ام المؤمنین عایشه صدیقه که در او آمده که فریضت کلمه فرض به این معنا که واجب است، یعنی همچنانی که قبل از هجرت 2 رکعتی واجب بود، میگه به حالت یمو وجوب خود در حالت سفر بعد هجرت ماند، یعنی همچنانی که قبل از هجرت 2 رکعت بود، بعد هجرت هم در حالت سفر 2 رکعت واجب و فرض است. و همچنین گفتن که احادیث دیگری هم به این مفهوم دلالت میکند، به این معنا دلالت میکند، از جمله حدیثی که امام مسلم از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکند که ایشان فرمودند ان الله فرض الصلاة على لسان نبیکم صلی الله علیه و سلم، الله متعال نماز را به زبان پیامبرتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر شما فرض گردانیده. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمودند که الله متعال با بیان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز را بر بالای شما فرض گردانیده. چگونه فرض گردانیده؟ علی المسافر رکعتین و علی المقیم 4، بر بالای مسافر 2 رکعت نماز را فرض گردانیده و بالای مقیم 4 رکعتی. و همچنین امام طبرانی در معجم کبیر از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که ایشان فرمودند صلاة المسافر رکعتان نزلتا من السماء، نماز مسافر 2 رکعت است و این حکم از آسمان پایان شده، از آسمان نازل شده و این دلالت به این میکند که فرض است. فان شئتم فردوها، اگر شما خواسته باشین را رد کنید، که شما حق رد کردن را ندارید، چون این حکم از آسمان از طرف الله متعال بر شما نازل شده. و همچنین علما از جمله ابن قیم رحمت الله علیه در هدی الساری و علمای دیگر هدی النبوی در علمای دیگر
به این امر اذعان کردند و گفتند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هیچ سفری از اسفار خود نماز 4 رکعتی را کامل نخواندند، بلکه هیچ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت نیست که نمازهای خود را در سفر تکمیل خوانده باشند، بلکه همیشه نمازهای خود را در حالت سفر 2 رکعتی می‌خواندند که غیر از نماز فجر که خودش 2 رکعت است و غیر نماز مغرب که 3 رکعت خوانده می‌شود، چه در حالت سفر و چه در حالت حضر. اما جمهور علما از جمله ائمه ثلاثه امام مالک و امام شافعی و امام احمد رحمت الله علیهم رأیشان این است که خواندن نماز در سفر قصرا یعنی 2 رکعتی سنت مؤکده است، واجب نیست. اگر کسی تکمیل هم خواند اشکالی ندارد و دلیل گرفتن به این فرموده الله متعال که لا جناح علیکم و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. وقتی که شما در زمین سفر میکنید گناهی ندارد که شما نمازهای خود را قصر بکنید. فلا جناح علیکم گفتن دلالت به این میکند که این حکم واجبی نیست بلکه سنت مؤکده هست. و همچنین احادیث دیگری گفتن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، جمله حدیثی که امام نسائی از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند اعتمرت مع النبی صلی الله علیه و سلم و با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمره کردم. وقتی که وارد مکه شدم ما گفتم یا رسول الله بأبي انت و امی حضرت و اتممت. ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پدر مادرم فدایت، شما نمازهای خود را در طول سفر قصر خوردن لیکن ما نماز خود را کامل خواندم. و افطرت و صمت. ای رسول خدا شما در طول سفر روزه خود را خوردید اما من روزه بودم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای حضرت عایشه رضی الله عنها فرمودند که احسنت یا عایشه، تو کاری خوبی کردی. و گفتن این دلالت به این میکند که یعنی جواز داره اگر کسی تکمیل بخوانه جواز داره، همچنانه که کسی که اگر روزه خود را بگیره جواز داره و اشکالی ندارد. لیکن علمای احناف و علمای دیگر فرمودند که این حدیث در سندش راویان ضعیف است و این حدیثی ضعیف است. و همچنین امام بیهقی رحمت الله علیه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقصر فی السفر و یتم و یفطر و یصوم، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در سفر قصر میکردند و هم اتمام میکردند و هم قصر میکردند و هم اتمام میکردند و هم روزه خود را میخوردند و هم روزه میگرفتند. و همچنان این حدیث هم در سندش راویانی هست که حکم به تضعیفی از او شده، لذا قول علمای احناف اکثر محققین ترجیح دادن و او این است که در خواندن نمازها قصرا در سفر یعنی 2 رکعتی واجب است و سنت مؤکده نیست و لازم است که کسی که در حالت سفر از نمازهای خود را قصر بخواند. و احادیث دیگری هم به این امر دلالت میکند به مشروعیت قصر در سفر، از جمله حدیثی که ابن عمر، حدیث متفق علیه از ابن عمر رضی الله عنه که ایشان فرمودند صحبت النبی صلی الله علیه و سلم و کان لا یزید فی السفر علی رکعتین و ابوبکر و عمر و عثمان كذلك، که من با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اسفار متعدد در سفرهای متعددی همراه بودم و همچنین با ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم همراه بودم. هیچ یکی از آنها نمازهای در سفر از 2 رکعت نماز بیشتر نمیخوندن، در نمازهای 2 رکعتی نمازها را 2 رکعت میخوندن. و همچنین در امام مسلم روایت آمده که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمودند فلم یزید علی رکعتین حتی قبضه الله عز وجل، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت سفر هیچ وقت نماز خود را از 2 رکعت بیشتر نخواندند تا که وفات کردند. و همچنین امام احمد و امام نسائی و ابن ماجه از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت کردند که ایشان فرمودند صلاة المسافر رکعتان و صلاة الفطر رکعتان و صلاة الاضحى رکعتان. صلاة مسافر 2 رکعت است و صلاة فطر هم صلاة فطر و صلاة یعنی نماز عید فطر و نماز عید اضحى هر دوش 2 رکعت است و همچنین نماز جمعه 2 رکعت است، تمام من غیر قصر علی لسان نبی محمد صلی الله علیه و سلم. این 2 رکعت خواندن 2 رکعت نماز جمعه و نماز فطر و نماز عید فطر و عید اضحى این تمام است، این قصر نیست، اما در سفر قصر است و این حکم بر شما لازم و واجب است به زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم.
پس به هر حال که ما بنا به قول جمهور علما نماز را در سفر خواندن نماز را قصرا در سفر سنتی مؤکده بگیم، یا به قول علمای احناف رحمت الله علیهم و محققین که واجب بگویم. به هر صورت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این اتفاق نظر دارن که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ ثابت نیست که در سفر نمازهای 4 رکعتی را تکمیل خوانده باشند، بلکه همیشه در تمام اسفارشان نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت قصرا می‌خواندند. و خواندن قصر جمهور علما قولشان این است که در تمام سفر مباح خوانده می شود. هر سفر مباح، چه سفر حج، سفر طاعت بوده باشد مثل سفر حج و سفر جهاد، و یا سفر سیاحت مباح بوده باشد یا سفر تجارت بوده باشد که مباح بوده باشد، نمازهای قصر نمازها خواندن قصر در سفر قصرا مشروع است. و در سفر طاعت شرط نیست که در سفر طاعت یا مثل سفر حج و سفر جهاد بوده باشد، بلکه هر سفر مباح میتواند که انسان مسلمان نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت خوانده قصرا انجام بدهد و عملا به فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و عملا به فعل خلفای راشدین و صحابه کرام و عملا به قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و عملا به فرموده الله متعال که لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. و در اینجا وقتی برنامه ما به خاتمه میرسد. تا با لقای آینده با شما الله حافظی میکنم و ان شاء الله در قسمت آینده ادامه این مطلب را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.